لذا دوستان جوان، هفته آینده انشالله جشن 12 جمهوری اسلامی برگزار میشه. 12مین جمهوری. این دولت دیگه حمایت علما و بزرگان دین رو پشت سر خودش نداره، میان روهای جامعه رو نداره، فقرا و مستضعفین و محرومین رو نداره. ادعای اقتصادی که کرده بود محقق نشد و سقوط کرد و شکست خورد. هرچی اعتبار نزد غربی ها داشت گذاشت تو طبق به اصطلاح اخلاص و تحویل دشمن داد. الان دیگه کپانش هم اونجا کار نمیکنه. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که روحانی در انتخابات ترور میشه. لیبرمن. توطئه و فتنه ای که هم رهبری نگران، دیروز تو بحث امنیتی گفت، هم بزرگان دیگه نگران بودن، هم باید حواستون باشه اینه. آقای خاتمی سال 1188 موقع انتخاباتی که بعدش فتنه شد، قبل از انتخابات رفته بود اهواز، برمیگشت تو هواپیما بمب گذاشته بودن. سرویس های اطلاعاتی غربی و ضد انقلاب بمب گذاشته بودن که هواپیما منفجر بشه. خب اگه خاتمی کشته میشد جنگ داخلی میشد دیگه. آقا یک طرفداراش میرفتن تو خیابون، آقا این نیروهای انقلاب مخالف این بودن، انقلابی‌ها و بسیجی‌ها و اونا و اینا میخوردن به هم دیگه. دشمن این توطئه رو می‌خواست انجام بده. آخرین لحظات همه متوجه اون بمب شدن و بالاخره بمب با یه بدبختی خنثی شد و از هواپیما انداختن بیرون و خطر رفع شد. اینا آقای طالبی خدا حفظش کنه، البته کسالت هم دارن ایشون، الان بیمارستان هستن. ایشون توی فیلم قلادهای طلا اون قسمت اول که نشون میده این مبتنی بر اسناد سازمان اطلاعاتی کشور که قرار بود آقای خاتمی رو توی اون هواپیما بکشن و هواپیما منفجر بشه. اگر اون اتفاق قبل از انتخابات سال 88 میافتاد میدونید چی میشد دیگه. خب شنیدید دیگه، جناب عثمان تحت تاثیر توطئه معاویه به قتل رسید، علی علیه السلام متوجه فتنه شد، امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرستاد که از ایشون مراقبت کنن که دیگه خب اینا جناب عثمان رو کشته بودن. معاویه که خودش دستش تو این قضیه بود اومد پیرن رو گرفت بالا و شد این ماجرا پیرن عثمان، شد خونخواه عثمان. فتنه ای رو رقم زد که 1400 سال اختلاف تو مسلمین ایجاد کرد. یه همچین توطئه ای رو سال 88 می‌خواستن اجرا کنن سرویس‌های اطلاعاتی غربی و ضد انقلاب. اگه خاتمی تو اون هواپیما کشته میشد خب شما میدونید دیگه میریخ همه چیز به هم دیگه. و حالا خب خنثی شد. بعد از انتخابات اینا ادعای تقلب کردن و اون وضعیتی که خبر دارید رسید به این دفعه خب اون دفعه دیگه آقای خاتمی برای غربی‌ها تاریخ مصرفش تمام شده بود دیگه. الان لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که مصاحبه کرده، خبرگزاری هم منتشر کردن چند پیش، گفته که رئیس جمهور ایران موقع انتخابات ترور میشه. اینو باید جدی گرفت. رژیم صهیونیستی میگه برای فتنه ممکنه این اتفاق بیفته. بالاخره اون هجومی که مردم به ماشین ایشون کردن توی استان گلستان، اون خطرناک اتفاقی میافتاد، میدونی چی میشد؟ حالا بیا ثابت کن که مخالفین و منتقدین و همون بیشناسنامه ها و اون به جهنم رفته ها و کاسبان تحریم و اونا نبودن که آقا زدید کشتید رئیس جمهور کار خوبی کرده بود تو قضیه برجام. یه علامت دیگه این قضیه داره، وقت گرفته شده اما خوبه بدونید. آمریکایی‌ها یه سریال هایی میسازن برای تلویزیونشون که به مردمشون و به مردم دنیا تصویری بدن از یه واقعی که قرار اتفاق بیفته. اینا میگن سریال های استراتژیک. سریال استراتژیک 24 16 سال پیش وقتی فصل اولش ساخته شد سال 1980 پیش بینی کرد که چند سال بعد رئیس جمهور سیاه‌پوست تو آمریکا میاد سر کار، که خب 7 سال بعد 8 سال بعدش اوباما اومد سر کار. در فصل 8 این سریال که سال 88 ساخته شده، سال 89 پخش شده، 6 7 سال پیش، رئیس جمهوری در ایران سر کار اومده که اسمش حسنه. برادری داره که تو همه کاری دخالت میکنه، اسم برادرش تو فیلم فرهاده. رئیس جمهور آمریکا که روبروی اینه تو مذاکره، یه زنی شبیه کلینتون، فکر نمی‌کردن که کلینتون رای نیاره ترامپ بیاد سر کار. تعداد سانتریفیوژایی که از ما پذیرفته شد تو برجام چقدر بود؟ 5600. تو اون سریال تعداد سانتریفیوژایی که تو مذاکره از ما پذیرفته میشه 6000 تاست. ببینید چقدر نزدیکه. بله مذاکره انجام میشه اونجا، این رئیس جمهور ایران رفته اونجا دارن مذاکره میکنن با اون زنه که مثلا حالا کلینتونه. بالاخره مذاکره انجام میشه و توافقات صورت میگیره. نیروهای مخالف رئیس جمهور ایران که این انقلابی‌ها که مخالفن رئیس جمهور ایرانو میکشن.
سودش هم روسیه میبره، میگه اگه ایران و آمریکا نزدیک بشن منافع روسیه تو منطقه به خطر میفته. خلاصه این سریال 24 قسمت، هر قسمتش 42 دقیقه است، مجموعاً حدود 15 ساعت و خورده ایه. اون سراتش ما زدیم، یعنی اون قسمت‌های داستانیش اینا رو زدیم. اون قسمت اصل مذاکراتش و بشین و برخاست و بلند شو و حرفای جدی که زده بودن 7 سال پیش. 7 ساعت این سریاله، از 15 ساعتش 7 ساعتش اینه. اینو در آوردیم و به تعداد از مسئولین دادیم، گفتیم آقا جان اینا 7 سال پیش بینی کردن این مذاکرات انجام میشه، رئیس جمهور هم اون زن است و تو اینجا هم حسن و بعدم کشته میشه و فلان و آقا این توطئه است، مراقب باشید. اسرائیل هم که همچین حرفی بلند شده زده. لذا این محافظین رئیس جمهور رو چند برابر کنید و حواستون باشه، مردم هم حواسشون باشه، طرفدار خود رئیس جمهور هم حواسشون باشه، دشمن یه توطئه‌ای تو این قضیه داره. این که دیروز رهبری فرمود دشمن امنیت رو هدف گرفته. ما یه چیز خیلی ارزشمندی داریم به نام امنیت. دشمن امنیت رو هدف گرفته. این امنیت رو هدف گرفتن با جنگ نظامی از بیرون نیست، با اختلاف داخلی و مردم رو به جون هم انداختنه. خیلی باید تو این 7 روز آینده هوشیار بود، چون هر چی شرایط داره میره جلو، رأی و اقبال مردم به آقای روحانی و دولت کمتر میشه و جناح مقابل ایشون بیشتر میشه. این اقبالی که تو شهرستان ها داره صورت میگیره، تو لایه های مستضعف جامعه، توی قشر خاکستری، تو بدنی عمومی جامعه، و این اقبالی که داره صورت میگیره نگران کرده این دوستانو. ممکنه دشمن دست به فتنه چیزی بزنه تو این قضایا. این علائمی که دشمن داده باید هوشیاری ایجاد کنه در ما. لذا تکلیف خیلی از مسائل فردا روشن میشه. فردا در آخرین مناظره که مناظره اقتصادی هست، بسیاری از قابلیت ها روشن میشه. پیشبینی خیلی از پایگاه های سنجش افکار اینه با این شیبی که داره جلو میره، بعد از مناظره فردا شب، فردا بعد ظهر، طبیعتا رأی سمت دولت به شدت بریزه، جناح لیبرال دچار مشکل بشه از این حیث و اقبال به سمت نیروهای انقلابی در این قضیه بیشتر بشه. عناصر انقلابی هر 3 نفرشون خیلی خوب ظاهر شدن تا الان، آرایششون خیلی خوب بوده، نگرانی نسبت به اینکه بمونن برن و غیره نیست. اگر انتخابات بخواد بکشه به دور دوم، خب همه باید بمونن که 2 نفر باید بره دور دوم. اگه قرار شده مرحله اول تنگ تکلیف بشه که حالا بستگی می‌داره که تا 3-4 روز آینده و به خصوص 2-3 روز بعد از مناظره ها شرایط چگونه رقم میخوره، این موارد رو دوستان باید مد نظر داشته باشن. ما در 10 روز آینده باید به شدت هوشیار باشیم، مراقب فتنه های دشمن باشیم، بیخبر نباشیم. خیلی حساس این گردنه مهم تاریخی که در پیش رو داریم. اکنون که در آستانه جشن میلاد حضرت هستیم، عاجزانه از حضرت یک نکته رو میخوایم. من خدمت حاج آقام که بودم ابتدای جلسه عرض کردم که انشالله افق خیلی میمونی و مبارکی در پیش پای مردممون هست. عاجزانه از حضرت حق این رو طلب میکنیم با آبروی حضرت که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف